دیانا دیمووا نماینده کمیسیه اروپا. همایش بخشیده به روز جهانی آزادی بیان. روزنامه‌نگاران، دیپلمات‌های کشورهای غربی و مقامات جمع شدند تا وضع آزادی بیان را در تاجیکستان بررسی کنند. از تبریکات دیدن نگرانی‌ها بیشترند. هیچ رسانه‌ای نباید برای فعالیت کسبیش مورد تعقیب و حمله قرار گیرد. در روز جهانی آزادی بیان، احترام خود را به روزنامه‌نگاران بیان می‌کنم که مورد تعقیب و حمله قرار می‌گیرند. اینچنین در تاجیکستان هم. در تاجیکستان خبرنگاران بازداشت و در مرافعه‌های پوشیده به سال‌های طولانی زندان محکوم شدند. در یک سال اخیر 8 روزنامه‌نگار و بلاگر در تاجیکستان بازداشت و 7 نفر آنها به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. مقامات اکثر آنها را همدست سازمان‌های ممنوع اعلام کردند، هرچند خودشان این را رد می‌کنند. تو امروز در وزارت فرهنگ همچون وکالت صحه نمایندگان مقامات در این نشست برعکس فضا را برای روزنامه‌نگاران باز و آزاد نامیدند. دلیل اساسی این بود که اکثر رسانه‌ها در تاجیکستان غیر دولتی اند. این زمان در مملکت ما برای رشد واسطه‌های اخبار عامه تمام زمینه‌های حقوقی و شرایط مساعد فعالیت فراهم آورده شده است و تکمیل آنها منتظم ادامه می‌یابد. طبق ماده 3 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مطبوعات داوری و دیگر واسطه اخبار عامه، مطبوعات داوری و دیگر واسطه‌های اخبار عامه در تاجیکستان آزادند. در وقتی که جنگ‌های اطلاعاتی اما خود نمایندگان مطبوعات عقیده دیگر داشتند. از بازداشت، فشار و مشکل‌تر شدن دسترسی به اطلاع سخن رفت. مقامات می‌خواهد که رسانه‌های تاجیکستان را با قوت حرفه‌ای بینند. رسانه‌هایی که مثلا می‌توانند در وقت ضروری با زبان‌های گوناگون خارجی با аудитории میلیون نفره оперативно تمام همین حادثه‌ها را انعکاس کند و پروپاگاندا و فیک‌های مثلا کدام رسانه‌های خارجی را فاش کند و از ما می‌پرسد که چرا این کار را نمی‌کنید. و وقتی که بحران می‌گذرد باز همون مقامات می‌خواهد که همون رسانه‌های تاجیکستانی را سست و خاموش ببینند و در این چیز منطق نیست. شرکت‌داران همایش یک راه حل مسئله را در تشکیل میدان مکالمه میان مقامات و روزنامه‌نگاران گفتند. و بسیار می‌خواستیم که هر مشکلی که در فضای اطلاعاتی است با اشتراک جانب‌های منفعت‌دار هم حکومت تاجیکستان هم نمایندگان جامعه روزنامه‌نگاری و هم بگذار سازمان‌های حمایت حقوق بشر مطرح شود و بحث کشیده شود و ما باید با یک خلاصه بیاییم که برای رشد آزادی اطلاعات، آزادی بیان اقدام‌های مؤثری داشته باشیم. متاسفانه چنین میدان مباحثه مکالمه وجود ندارد، هرچند که از جانب ما بارها این چیز تاکید میشد، ولی ما یک حسن تفاهم از جانب مقامات حکومتی نمیبینیم تا مشکلات خودمان محاکمه کنیم و یک راه رشد را، راه علاج واقعی را پیدا کنیم. نمایندگان مقامات در این قسمت نشست اشتراک نداشتند تا به نگرانی‌ها پاسخ دهند. یک پیام دیگر این نشست پایان دادن به بی‌جزایی نسبت آنهایی بود که مانع کار روزنامه‌نگاران می‌شوند. چندین حادثه‌های حمله به خبرنگاران در تاجیکستان تحقیق ناشده ماندند و گناهکاران بی‌جزا. از جمله مقامات حمله‌وران به 4 خبرنگار و نواربردار رادیوی آزادی و نسل شورمی را نزدیک 1 سال می‌شود تا حال پیدا نکردند. روزنامه‌نگاران تاجیک همساله در روز جهانی آزادی بیان جمع می‌شوند و درباره شرایط کارشان بحث می‌کنند، اما به اقرار همین شرکت‌داران وضعیت سال به سال نه بهتر بلکه بدتر می‌شود. سازمان خبرنگاران بدون مرز اکنون تاجیکستان را نه کشوری در آزادی بیان مشکل دار بلکه خیلی بد عنوان کرد. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.
و بار اول میشد که نمایندگان